برگشت مثل همیشه پر انرژی. این سری شیفت تموم شده، در اومدیم از کافه، داریم میریم با بچه ها تفریح، داریم میریم سد با موتور. خیلی هم عالی دیگه، همراه هم باشید. نرسه به تو میخوام تا نرسه بریم اونجا که دیگه به تو دست بابات نرسه. نه چی میگفت؟ چون ملودیستن زیر نخلا حکوم ماه صورتی کجاست؟ بابا کل اکسپلور شده. امشب 21 خرداد ماه صورتی. آره معروف ماه صورتی. ماه مثل چیز میشه ماه توت فرنگی. ببخشید ماه صورتی میشه. ولی یکی از دوستان فکر کنم جریان اصلیشو زور بهم گفت که ماه توت فرنگی به این معنی نیست که ماه صورتی میشه شکل توت فرنگی میشه. یعنی نمیدونم تو کدوم کشور زمان چیدن توت فرنگی هاشونه و
ما توی اون نقطه خیلی نزدیکه به اون کشور و اون مکان. یه حاله قرمز و صورتی رنگ هم داشته باشه. نمیدونم، خودتون سرچ کنید تحقیق کنید بابا با یه اطلاعات عمومی. متاسفم من اطلاعات عمومی قوی نیست، ایده‌ام قویه. یو رسیدیم، اینم تابلو بود. بپرسید داریم میریم کجا؟ داریم میریم جایی که غم نباشه. ستایی برات داشته سایی ارتفاعش بالاتر از موتور عباساره؟ فکر نکنم یکی هم کلش بالاتره به خاطر آره قسمت فلان ملافانه. ولی قدرت دیدی رایدر باید رایدر باشه. دانشگاه باید دانشگاه باشد. دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه هیچکی اینجا نیست به جز ما. قبل‌تر از ما اینجا آدم اومده دیسکو گرفتن. داداشی به طرفشون ریده باشه. خیلی زیادن. خب با اینا یکی ما اینا حاجی ما فکر بگیریم آتمی با اون موتورش نمیتونم
بیا یارو با پیکان هم میام جامونو گرفتم آقا عباسین هم آرامشمونو خدا دم به هم ما عقب سر با این میستیم اونو لذت ببرم رسیدیم بچه ها اینجا سد آبه نمیدونم حالت دوربین مشخص باشه یا نه ولی پشمام چقدر رفته پایین من آخرین بار نمیدونم 2 سال پیش اومدم اینجا خیلی بالاتر بود آبش واسه اون ویدیو میگیرم نور ما هلو چطوری؟ اوه چطوری؟ من اومدیم صد بهتون گفتم اینجا خیلی جای باحالیه جای باحال پشمام وای خیلی جالبه من با این دیوار عکس دارم دیدید عکسو این عکس خیلی عکس نوستالژیه واسه من یادش بخیر چه دورانی نمیدونم بچه ها تصویرم هست یا نه ولی تصویرم نباشه میدونم که صدا هست ولی واسهتون چیز میگیرم فلش میگیرم که بهتر مشخص باشه الان بهتر مشخص خیلی واقعا خستم به نظر من چیزی که رو یه هنرمند یه آرتیست سنگینی میکنه فشاره نمیدونم واقعا توی این کادر خیلی کادر باحالیه شاید مثلا بهتر باشه فلش رو قطع کنم اینجوری باحال‌تره فقط یه مشکلی هست من احمقم دیگه من میگن درسی که نفهمی رو طبیعت هی برات تکرارش میکنه مهم نیست چند بار اما توی چرخه خیلی زود نامنظم برات تکرارش میکنه حس میکنم حرفم فرق کرد کادرم افتاد روی ماه قرار بود ماه نمیدونم یه طور خاصی باشه اما این معنی نمیده وقتی که ماه همیشه قشنگه ماه همیشه از همه نظر زیبا و بی‌نقصه هر طوری تو هر شکلی
خوبه. منم چیزی دارم با بیشترین حد وای فیلم میگیرم. نمیدونم، حرف خاصی ندارم، فقط اینجا وایب خوبی بهم داد این یه نقطه، چون که خیلی جالبه. یه سکوی سن وسط طبیعت، وسط دشت و تپه و صد و خیلی باله این یه نقطه. بتونم تو طول روز میشه با موتور این مسیر اومد. خب با موتور اومدیم ما دیگه تا اینجا، ولی یه بار تو روز اینجا باید حتما فیلم بگم. خیلی خوبه. من برم سمت بچه ها. پشمام فکر کنم شستم رو میکروفون بوده تا الان. برم الان میگن تو بدفازی، تو میری تنهایی. نه بابا، میبینمت. فعلا مهمونی تموم شد، داریم برمیگردیم. عاشق نور شهرم از فاصله. خیلی قشنگه.